شکایت میکنم و نه آفرین گفتن مردم را انتظار میشوم. حالا میبینی به نام خدا قسم، والله قسم برای خودم میکنم، برای خاطر شما میکنم نیلگون. تو تقوی فرزندان من هستی فوزل. تو در این خاندان دائما جای داری. تو حالا کمی خود رو به ترتیب درار، اطراف خاموش شود، بعد به مانند هر وقت زندگی میکنیم، خواطر نشو. تشکر. نه تو مرا سببگار همه این حادثه ها بدان، بگذار، لیکن از کمال احتیاط باش. من به تو میگویم او انسانی باوری ناک نیست. تو چی گفتنی؟ تو اهمیت نده، تنها اکات را گوش کن. چی میگویی؟ گپ زن. بعد آن حادثه به نزد کمال برای عذر پرسیدن آمدم. انا این منظره را مشاهده کردم. به این کمال خوب اهمیت ده. فکری تو درباره او خطاست. استودیوی سیما تقدیم میکند آرزو رجبوف. درد عشق، احساس دوستداری و محبت صمیمانه، فیغان از دردهای عاشقی